از میان جشن و سور، عیدهای مرغوب و خیلی دلپذیر قومهای تاجیک و فارس و خلق و ملتهای همجوار، نوروز یکی از قدیمترین، بزرگترین و زیباترین جشنهای جهان است. خودی واژه نوروز کلمه مرکب فارسی دری کلمه تاجیکی است که از دو جزء نو و روز عبارت است. نوروز جشن بیدار شوی طبیعت بوده، هنگامه است که روزگار کهن زندگی را از سر می گیرد و زمانه آنچه درست نو می شود. موجودات عالم حیات نو می یابند و سال حقیقی دوره از ادوار خیش را به پایان رسانیده وارد مرحله تازه می گردد. جشن احیای طبیعت و زندگانی نوروز عالم افروز به عالمیان با قدم خجسته‌اش پاکی و صفا، خرمی و فراوانی و سرسبزی و شکوفایی می آورد. یعنی نوروز داستان زیبایی و احیای زندگی است. حافظ بزرگوار می فرماید: ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی. نوروز همچون یک آیین قدیمترینی مردمان پارسی زبان، مردمی عجم و مردمی خلق بزرگ تاجیک، یک آیینی هست تاریخ 6000 ساله دارد. در همین عنصرهایی که به فرهنگ ملی ما تعلق میگیرند رسم آیین داخل است و نوروز از بهترین، از کاملترین، از با اعتبارترین، محتشمترین، قدیمترین و ملیترین و مردمیترین آیینی مردمی تاجیک به شمار می آید. تاریخاً تاجیکان دارای یک فرهنگ می باشند که این فرهنگ به مثال یک اقیانوس بیکنار و بی‌ساحل می باشد. در مغز همین فرهنگ، در قلب این فرهنگ، جشن‌های بسان نوروز بسیار جایگاه ماندگار دارند. نوروز در درازای تاریخ هم تقدیر صاحبانش بوده است. نگفته نماند که نیاگان ما جشن نوروز را هنوز در ابتدای تاریخ به مناسبت حالتها و حادثه های معین طبیعی بنیاد گذاشتند و ما از نظر علم‌های نجوم طبیعیات می‌دونیم که آفتاب در کره آسمان به طریق ظاهری حرکت می‌کند و همین حرکت ظاهری آفتاب را در کره آسمان در علم استرونومیا یا علم نجوم شناسی اکلیپتیکا میگویند و در اساس تشخیص عالمان ساحه نجوم شناسی معین شده است که آفتاب در کره آسمان و در اساس تحلیل های عالمان ساحه ستاره شناسی معین گردیده است که آفتاب در دوام سال در کره آسمان 2 مراتبه خط استوا یعنی اکواتور را بریده میگذرد. یکی از این حادثه ها به روزهای یکم ماه فروردین از روی سالشماری خورشیدی که راست می آید به 21 ماه مارت سالشماری میلادی و دومش این به 21 سپتامبر راست می آید و این ایام رو مثلا ایام بهار رو اعتدال بهاری میگن یا که برابر شوی شب و روز در بهار
و ایام دوم رو اعتدال تیرماهی و برابرشوی شب و روز در تیرماه میدونن. و نیاگان ما البته در بامداد تاریخ همین دو حالت خیلی نازک طبیعی رو احساس کردن و به این مناسبت ایدهای سازمان دادن به مانند نوروز و مهرگان. و ببینید که البته زمانی که رشد علم و تکنیک حالا شکل نگرفته بود، در اساس تجربه و دانش‌های اندوخته خود گذشتگان ما، جد ما همین نازکی‌های طبیعی رو 6000 سال قبل الکی معین کردند. این باعث افتخار است و این خیلی یک معجزه حیرت انگیز است در زمان معاصر. هر ملت دارای سرمایه فرهنگی خاصی است که کارگیری و بهره‌گیری از آن فرهنگ باعث تداوم، پایداری و اقتدار همون ملت می‌گردد. خوشبختانه نوروز برای ملت تاجیک از جمله همین گونه سنت‌ها، آیین‌ها و جشن‌هاست که از سپیددم تاریخ تا امروز همراه ملت ما بوده است و در هر شرایط، در هر وضعیت ملت تاجیک از این جشن تجلیل کرده است. این جشن همواره همراه آنها بوده است. اگر ما به درازای تاریخ نگاه کنیم، ملت تاجیک نوابسته از آن که تحت چه شرایط قرار داشته است، از نوروز جشن گرفته است و سیاست‌های بیگانه و حتی حالت‌های بوده است که سرزمینی تاجیکان و در مجموع ایرانی تباران از جانب اجنبیان پر اشغال گردیده است، ولی نوروز همچنان پایدار بوده است و هیچ امری و هیچ نیروی نتوانسته است آن را از میان ببرد و برعکس نوروز به عنوان یک درخت نیرومند ریشه‌هایش استوارتر می‌کند و همواره تجلیل می‌گردد. اگر ما با سرچشمه ها بنگریم، با نوروزنامه عمر خیام، با شاهنامه، با دیگر اثرهایی که در عصرهای میانه تالیف شدند، مثلا در شاهنامه گفته می‌شود که نوروز در دوره حکمرانی جمشید، پادشاه شاهنشاه جمشید بنیاد یافته است، به میان آمده است و چنین روایت میکنند که جمشید در یک موضع بسیار زیبا تخت خود را میگذارد، تخت بسیار مرصع، سنگکاری زیبا و کلاه خود را میپوشد. کلاهش نیز همین گونه بسیار مرصع بود و صبح رو به شرق انتظاری برآمدن آفتاب میشود و وقتی که آفتاب میبرد تمام آن سنگ‌های قیمت‌بهایی که در تخت جمشید بودند، در کلاه جمشید بودند، در لباس جمشید بودند، همه با یک زیبایی، با یک بزرگی، شهامت می‌درخشند. قبلا نام جمشید جم بود و جم هم میگن، مثلا جام جم با جمشید تعلق دارد و بعدی که همین نور، همین شو و همین درخش رو می‌بینند، نام او پره می‌گردد، با جمشید مبدل می‌گردد. همین روز رو، روزی که جمشید با فره خود رو در می‌یابد، اون بزرگی یزدانی خود رو در می‌یابد، همین روز رو روزی نوروز اعلام می‌کنند. در اساس یک قطار سرچشمه‌ها و مدرک‌های تاریخی معین می‌شود که جشن نوروز رو ابتدا گذاشته است یکی از شاهان پیشدادیان، انیخترش چهارمین شاه پیشدادیان جمشید. و بغیر از این ما در بعضی از سرچشمه‌ها می‌بینیم که میگن که یعنی اشاره به اون است که ابتداگذار یا بنیادگذار جشن نوروز اولین شاه پیشدادیان کیومرث میباشد. به هر صورت در اساس همین دو اشاره‌ای که در سرچشمه‌ها نشان داده شده است، گفتم ممکن که جشن نوروز در ایام حکومتداری سلاله آریایی تبارهای پیشدادیان به وجود آمده است از جانب نیاگان ما و به مناسبتی که بالا اشاره کردیم، به این مناسبت این جشن سازمان داده شد و در مرحله‌های من بعده تاریخ جشن نوروز از جانب ملت فرهنگ ساز و فرهنگ پرور و خردگستر ما به خود رسم و آیین‌های گوناگون را گرفت که نوروز را آهسته آهسته به یک جشن بزرگ، به یک مکتب بزرگ پرحکمت، به یک مکتب بزرگ فلسفی، به یک دنیای بیکنار علم و دانش تبدیل کرد. نوروز یکی از بزرگترین جشن و آیین‌های تاجیکان و اجداد قدیمی آنها مردم آریایی تبار می باشد. در باب این جشن ملی
رسم و آیین و عنعنه و عرف و عادتهای آن عالمان فولکلور شناس و پژوهندگان مردم شناس بسیار نوشتند و گفتند و این بیهوده هم نیست، زیرا که عید نوروز قرنهای دراز بر همه جشنهای جهان جلوه می بخشد. جشن جهانی و جوانی و شادمانی است، جشن زمین و آفتاب است، شور زدنها و جوش شکفتنها سرشار از نور شکوه آغاز است. وطن آزاد و نوروزت مبارک، شکوه بخت پیروزت مبارک. تو هستی و هوس در سینه ها سبز، بهار عالم افروزت مبارک. اگر به مسیر طی نموده جشن فرخنده نوروز که یکی از جشنهای اساسی و جشن ملی ملت باستانی ما هست نظر افکنیم و با قیاس به دیگر جشنهای مردمان سیاره این روند و رشد و تکامل نوروز را پیش نظر آوریم، به خلاصه می آیم که نوروز جشن قدیمترین است که از زمان ظهورش تا به امروز نسبت به دیگر جشنهایی که در سراسر عالم اقوام گوناگون عالم جشن میگیرند قدیمیتر و باستانیتر است و نوروز رسالت خودش را از روز ظهورش با همان گونه‌ای که در اسنای تاریخ داشت بسیار هم مکمل و بسیار هم سودمند به جا آورده است و تا به زمان ما به خود جلب نمودن تمام منبع‌های نیکی و اخلاق و آداب و رسم و آیین‌های گوناگون منفعت بخش انسان‌ها و قوم‌های گوناگون تا به زمان ما آمده رسیده است. در عهد حکومت‌های خیلی بزرگ آریایی‌ها به مانند پیشدادیان، هیتالی‌ها و ساسانی‌ها نوروز دوباره شکوه پیدا کرد. در شهرهای مرکزی مثلا در امپرای پورتو در پایتخت اونها در شهر نوسای یا کنیسا میگیم الهیده میدان‌ها سازمان داده شده بود به خاطر تجلیل جشن نوروز. در عهد ساسانی‌ها که اینا خودشون میراثبران هخامنشی‌ها میدونستند، همون عنعنه‌های زمان هخامنشی‌ها از نو احیا گردید. عرب هم که به سرزمین ما هجوم کرد نتوانست بالاخره نتوانست که نوروز را از میان ببرد و عرب‌ها مجبور شدند که با نام سنت جمشیدی اینا قبول کنند و در زمان عباسی‌ها مخصوصا در زمان یکی از خلیفه‌های عباسی‌ها مأمون که مادرش تاجیک بود از بلخ بود، نوروز دوباره مقام پیدا کرد، شکوه پیدا کرد و تجلیل میشد و یکی از دوره‌های احیای نوروز و گسترش نوروز این زمانی دولت‌داری سه دودمان تاجیکی طاهریان و صفاریان و سامانیان یعنی عصرهای نهوده میلادی میباشد. در بخارا بنابر نوشته نرشخی در کتابش تاریخ بخارا، در بخارا نوروز را تا 12 روز تجلیل میکردند و روز 13 همه از خانه ها میبرآمدند سیر میکردند به سیرگاه های نوروزی، یعنی به دشت و دمن و به بیابان ها به ساحل ها میرفتند همراه پیوندان و دوستان خود و همین آیین بعدتر در فرهنگ نوروزی وارد شد با نام 13 بدر که امروز در ایران است. که امروز در ایران مثلا مردمان ایران همین خیلی یک آیین دارن در ایام جشن نوروز 13 بدر میگن که ببینید در زمان سامانیان این علاقه تنتنه داشت، شکوه داشت. حکمت‌های فراوان دارد این جشن. قبل از همه در دوره‌های قدیم، در دوره‌های که دوره‌های قهرمانی و تصویرهای قهرمانی هست، مثلا در شاهنامه هم نوروز بعداً هم این عنعنه ادامه می‌یابد. نوروز با دو دوره تقسیم می شود، نوروزی عامه و نوروزی خاصه میگند یا که نوروزی سلطانی میگند. نوروزی عامه 5 روز اول پادشاهان با مردم تحفه ها روا میدانستند، با حاجت آنها رو برآورده میگرداندند. در 5 روز اول کسانی که مجرم بودند، کسانی که زندانی بودند آنها را آزاد میکردند از زندان و کسانی که گناه داشتند گناه آنها را نیز میبخشیدند. بعد از اون وقتی که احتیاجات مردم را برآورده میگرداندند بزم ها تشکیل میکردند، چنانکه که ما امروز همین عنعنه ها را
حکومت جمهوری ما، رهبریت کشور ما تحت سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت محترم کشور امروز در تشکیل جشن‌های نوروزی اقدام‌های بسیار خوب و زیبا میکنند. نوروزگاه‌ها میسازند، مثلا کاخ نوروز هست، چه خیلی که بگیم رسمی گذشت تشکیل میکنند. در روز نوروز مهمانان رو دعوت میکنند از شکر شامت کشور، از آبادی کشور، دیگران را آگاه میسازند، درک میدهند و دیگران. در آن زمان نیست همین گونه نوروزگاه ها تشکیل میکنند. مسابقه ها بود، مسابقه های گوناگون. قسم زیاد این عمل ها، این کارهایی که در نوروز انجام میافت امروز نیست، در بین مردم ما در نوروز مردمی، در نوروز ملی باقی مانده است. نوروز افاده‌گری همین نکته است که یک نوع تقویم درست و واقعی روزگار ماست، برابری شب و روز. بعد نوروز فصل احیا است، مرحله آغاز احیای طبیعت و بشریت است. چرا من طبیعت و بشریت رو در یک ردیف، در یک قطار گذاشتم؟ چون که اگر بعدی برابر شدن شب و روز طبیعت کلا جامعه خود رو تغییر میدهد، همه جا مخمل، همه جا زیبا، همه جا سبز و خرم میشود، به خاک هم رخ میدمد و در پیکر انسان ها هم، در پیکر بشریت هم همین گونه احیاگری به وجود میآید، همین گونه یک زنده شوی به وجود میآید. این چیز محض از برکت نوروز است. جشن نوروز در حقیقت یک جزء خاطره تابناک معنوی آدمان می باشد که نسل‌ها را به هم پیوند داده، رابطه‌های دوستی و مناسبت‌های همیاری و همکاری را باز هم قوی می‌گرداند. مردم ما از قدیم در نوروز نزدیکان و پیوندان خود را با هدیه و تحفه‌ها شاد و بی‌نیاز می‌گرداندند. اما هدیه‌های نوروزی نه تنها به خاطر تحفه به دوستان و پیوندان فرستاده میشد، بلکه با این وسیله میان آنهایی که خصومت می‌ورزیدند عداوت نیست میشد یا مناسبتی معتدل پیش می آمد. زیرا کسی که هدیه نوروزی می گرفت باید حتما در جواب رمز افاده مهر و نیکومنشی به او هدیه می فرستاد. همه مردمان قلمرو نوروز در این ایام خود را از عمل قبیح، اندیشه ناخوب، گفتار زشت کنار می گرفتند. نوروز تولیدگر مهر و نکویی بود. نوروز پایه‌های اخلاقی، فلسفی زیادی دارند. قبل از همه نوروز انسان رو به طبیعت آشنا میکرد و این ارتباطش ناگسستنی نگاه میدارد. شما فرض کنید که تجلیل نوروز، آغاز نوروز فقط تحول طبیعت نیست، بلکه انسان در این ایام نوروز تحول می‌یابد و باید از پی تغییر، از پی تحویل باشد. علاوه بر این ما از پاک نمودن وجودمون شروع میکنیم، کینه ها، عداوت ها را از خودمون دور میکنیم. علاوه بر این محیط خانواده، محیط زیستی که داریم و در مجموع اطرافمون را تازه و آزاده میگردم. اینا همشون اصل‌های اخلاقی هستند که برای هر خانواده و در مجموع برای یک ملت ضرورند. در نوروز انسان‌ها عادت دارند که به حیاتی بسیار زیبای آینده امید می‌بندند. در نوروز مردم عادت دارند که به همدیگر صلح و صلاح میکنند. اون کینه و عداوت و اگر جرم، اگر یک قصد در سینه دارند یا یک کدرتی در قلبشون هست، اونها رو از قلبهاشون میرونند، اونها رو پاکیزه میگردونند. نوروز همین است که نه فقط خانه رو میتکنند تازه، بلکه خانه قلبها رو هم تازه میکنند. وجود عالم باطنی خود رو با حیات نو مطابق میکنند. این یک نوع برابری طبیعی بنی بشر رو تاکید میکنه همین فلسفه نوروز. در مرحله های بعدی تاریخ از جانب نیاگان ما نوروز شکوهی مخصوص به خود کسب کرد. مثلا در زمان کیانیان
و در زمان هخامنشی‌ها، مثلا در زمان هخامنشی‌ها ما می‌بینیم در زمان حکمرانی شاه داریوش کبیر. شاه داریوش کبیر به خاطر گرامی داشت جشن‌های قدیمی آریایی به خصوص جشن نوروز شهری بنیاد کرد با نام پرسپولیس که امروز در ایران با نام تخت جمشید معلوم و مشهور است و تا هنوز در دیوارنگاری‌های همین تخت جمشید عکس‌های باقی مانده‌اند که این عکس‌ها بازگویی کننده اون هستند که واقعاً در عهد هخامنشی‌ها مثلا در زمان داریوش کبیر نوروز شکوه داشت و در طبق ادبیات تاریخی معلوم می‌شود که در زمان هخامنشی‌ها نوروز تا 6 روز تجلیل می‌شد و هر یک روز اختصاص داده شده بود به یک طبقه معین اهالی و در ایام نوروز تحفه ها میکردن به همدیگر که این مراسم با نام بارگیران معلوم و مشهور است که به همدیگر تحفه میدادن و به این وسیله همدیگر رو تبریک و تهنیت مینمودند. اسکندر هم که این به سرزمین ما هجوم کرد، شما میدونید که از روی نوشته اکادمیک برتو اولین هجوم مرگبار به سرزمین ما هجوم اسکندر بود. اسکندر هم که اینجا آمد با همون شدیدیت هجوم خود اما مفتون شد و اما عاشق فرهنگ ما شد و این آیین‌های ما را قبول کرد و شما ببینید که حالا ما مثلا در دولت گریتسیا، یونان، در ایتالیا، در انگلیا و مخصوصا در دولت‌های نیم جزیره اسکاندیناویا، فنلاندیا، خب شویتسیا، نروژ ما خیلی زیاد آیین‌های نوروزی را می‌بینیم. مثلا در نتیجه تحقیقات علمی ما معین گشته است که امروز مثلا همون عنعنه خانه تکانی، همدیگر رو بخشش کردن، از گناه همدیگر گذشتن، آب پاشی که امروز در بعضی مناطق کوهستانی تاجیکستان به مناسبت نوروز استفاده میشد، در میان مردمان خلق‌های حدود اسکاندیناوی تا حاضر جاری است. من گمان میکنم که یکی از عاملاش همین است که همین هجومی وسیعی که اسکندر به این سرزمین داشت خیلی زیاد آیین‌ها و عنعنه‌های ما را در قطار کتاب اوستا و دیگر آثار خطی اونا بردن. اون طوری که استاد بازار صابر میگه هرچی او از مال دنیا داشت داد، من گمان میکنم که یک اشاره به همین گونه ربودن‌های تاریخی است. نوروز وطن جشن نیاگان قدیمی است، نزدیک به دل‌های همه جشن صمیمی است. واقعا هم نوروز یکی از جشن‌های قدیمی مردم آریایی نژاد محسوب می‌یابد و از قعر عصرها از ژرفنای تاریخ تا به امروز با دشواری‌ها با دشمنی‌های زیاد دچار آمد ولی غالب آمد است امروز نوروز و فکر میکنم که نوروز این پیش از همه عید کشت و کار است، عید احیای طبیعت است، عید زنده شوی طبیعت است. تجلیل نوروز از دوره پادشاه قیومرث آغاز گشته در دوران شاه جمشید به اوج بلند رسید. در دوره ساسانیان و سامانیان باشد به یک نظام معین در آمده در عرصه دولتی قید کرده می شد. با استقلال دولتی تاجیکستان، با کوشش، پیشنهاد و سیاست خردمندانه پیشوای ملت امامعلی رحمان، جشن مذکور سال 2010 سال با قرار سازمان ملل متحد بین المللی گردید که این افتخار ملی ما است. پایدار این جشن سالهای دراز در آن است که آن اساس طبیعی و کیهانی دارد. جشن نوروز در ایام پایدار می گردد که شب و روز برابر می شود. نوروز جشن است که تاریخ و زندگی و فرهنگ ما را به جهانیان معرفی می کند. این است که در دوران استقلالیت نوروز با شکوه و شهامت تازه جشن گرفته می شود و سنت های ملی و باستانی ما که در وجودمان نهفته است از نو احیا می گردد. با جشنگیری این عید مردم به خودآگاهی و خودشناسی بیشتر می رسند. توسط کوشش و تلاش های میهن پرورانه پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2010
در جلسه 64 اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد تحت فصل 49 که عنوان فرهنگ جهان را دارد، قرارنامه روز جهانی نوروز به تصویب رسید. در این قرارنامه گفته می شود که همه ساله در تمام جهان 21 مارس همچون روز بین المللی نوروز تجلیل گردد. از اون وقتی که سال 2010 از جانب اسامبله ژنرالی سازمان ملل تصدیق شد جشن نوروز همچون جشن بین المللی، اینک 14 سال میگذرد. این 14 سالی است که نوروز جهانی اعتراف شده است. الان که ببینید از همین 11 کشور یگان کشور مثل تاجیکستان با این گونه یک سرفرازی و با این گونه یک شکوه و شهامت و اعتباری بلند نوروز رو تجلیل نمیکنند. محض در تاجیکستان است، چون که اینجا بنابر سرچشمه‌های تاریخی مهد نوروز یعنی گهواره نوروز محض همین سرزمین امروزه تاجیکستان است. قلبی اون مثلا خراسان قدیم باشد، اگر برآمدگاه زایشگاه اون آریا باشد، اگر امروز اگر ما جستنی شویم مهد نوروز رو محض همون تاجیکستان رو سراغ میکنیم و اکثریت خلق‌های دیگر، اکثریت فرهنگ شناسان خارجی محض به همین تاجیکستان انگشت اشارت میبرند. همین جا است گهواره نوروز، همین جا است که تمام رسم و رسوم قدیمه حفظ شده است. این بسیار عجیب است. نه فقط در تاجیکستان، در تمام دنیا این جشن گرفته میشه، خصوصا در کشورهای آسیای میانه و خرد، آذربایجان، قزاقستان، ترک زبان ها، فارس زبان ها، همه این جشن میگیرن. ما از آن فخر میکنیم که همین پیشنهاد از حکومت تاجیکستان، از رهبریت ما، از جناب عالی پیشنهاد شد. ما با آن فخر میکنیم که بین‌المللی شدن جشن نوروز این پیشنهاد مردم تاجیک است. ما از آن فخر میکنیم که بعد از جهانی شدن مثال جشن عید نوروز یکم مرتبه جشن بین‌المللی در کشور ما برگزار گردید که این فخر ما بود. مهمانان از دیگر کشورها، از حتی از قطعه آفریقا، اروپا آمده دیدند و یعنی یک تأثیرات بزرگ با خود بردند. بعد از این با نوبت هر سال کشورهای گوناگون مثل ایران، ازبکستان، قزاقستان با نوبت همین جشن همچنین جشن بین المللی با دعوت مهمانان از دیگر کشورها برگزار می‌گردد. میگن که اسکندر مقدونی وقتی که صلح را استیلا میکند، او در استراوشن جشنی زیبای نوروز و سایر گل لاله را میبیند و او بسیار در شگفت می شود، در حیرت می شود و فرمان می دهد که در آن سرزمین هایی که استیلا کرده است، یعنی جشن گل لاله و دیگر جشن ها یعنی گذرانده شوند. و همین شد که در قاره آسیا این جشن پهن گشت، یعنی جشن نوروز. و باید گفت که وقتی ما میگوییم که نوروز، یعنی نوروز بسیار یک جشنی است که در همه دور زمان با مشکلات دچار میشد، یعنی صد میشد برای برگزاری آن. و خوشبختانه در زمان ما امروز وقتی که نوروز جهانی شد، بخصوص با توجه و دستگیری های پیشوای ملت و دیگر کشورهایی که مثلا نوروز را جشن میگرفتند، سال 2010 به فهرست یونسکو همچون جشن جهانی وارد گشت و امروز گمان میکنم که نوروز واقعا هم با یک شکوه و شهامتی بسیار زیبا میگذرد. و در حقیقت هم نوروز تا به این زمان رسیدن مشکلی های زیادی رو پس سر کرد. حتی میگن زمانی که استیلای عرب بود و عرب ها نیز این اید را یعنی برهم زدن خواستند ولی نتوانستند و از دستشان همین قدر کار آمد که به جای مثلا به این جشن یعنی 7 سین را وارد کردند. تا زمان استیلای عرب ها یعنی 7 شین بود و پس از زمان استیلای عرب ها یعنی 7 سین هم سنت های نوروزی وارد گردید. نوروز در تفکر ما تاجیکان یک تکاپو و جستجوی فرهنگی را به وجود می آورد. با آمدن این جشن ملی مردم خانه ها را تازه و آزاده می گردانند. 7 سین و 7 چین آماده می نمایند. دهقان به کشت و کار آغاز می نماید. کشت و کار کردن زمین معنی زندگی نو را دارد. آمدن این روز به زندگی ما تراوت و
نفسی تازه می بخشد. البته هر یک جشن به خود خاص یک عنعنه رسم و آیین‌ها دارد. بیشتر این جشن کشاورزان است. از بس که اولادان ما، بزرگان ما اساساً کشاورز بودند. از بس که در این ایام بهار فرا می رسد، ایام کشتکاری دهقان آغاز می یابد و دهقان حرکت می کند در این دوره تخمای خوشفد را جمع آورد، زمین را به کشتکار تیار کند. ماشین آلاتهای خود را امروز اول همه آن چاروایی برای کشت در کار بود خورانده تیار کند و کشت گندم را سری وقت گذراند. با امید دانه می پاشد که حاصلش حاصل بلند و فراوان باشد. در باغات باشد، در این دوره دهقانان به شکل دراری درختان مشغول می شوند. تازه کردن زهبور و زهکش ها مشغول می شوند. مبارزه با کسلی های و ضرر آورنده های باغ تاک آغاز می کنند. برای نوری دادن آن گندم هایی که ما تیرماه کرده بودیم این کار را شغل می ورزند. در این دوره باشد چاره‌داران هم یک تشویش های خود را دارند. با آنها لازم است که چاره را سیرغذا خورانند. آن بره هایی که گرفتن سالم نگاه دارند. گرد اطراف آن جاهایی که چاره نگاه تازه کنند، قاعده زاویه‌ترین رعایت کنند و کسلی های چاره مبارزه برند. در همان وقت آنها میخواهند حاصل خود را بیشتر و بیشتر کنند. در این دوره خرسندی آور است که دهقانان ما، کشاورزان ما از نوروز سال گذشته تا این نوروز امساله با دستاوردهای خیلی بزرگ آمدند. استحصال محصولات کشاورزی زیاد شده، دسترخوان مردم سرغذا گردید. بنابراین پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت در پیام نوبتیشان برای این زحمت‌های خوب کشاورزان ما منتداری بیان نمودند. البته ما باوری داریم که نوروز امسال هم برای بلند شدن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی، زیاد شدن استحصال محصولات کشاورزی، سرغذا گشتن دسترخوان مردم و بهتر گشتن تامین امنیت و آذوقه‌خواری مملکت مساعدت می‌کند. فلسفه نوروز همین خود را جزئی از طبیعت دانستن بشر برود. اگر دیگر حکمت نوروز این است که پاک و منزه دانستن زندگی است، روزگار است، طبیعت است، محیط است، همه چیزی که انسان ها را فرا میگیرد. آغاز حیات نو در نظر داشته می شود. این حکمت نوروز بسیار مهم است. ببینید که در همین با نوروز عادت شده است که سال تا سال، عصر به عصر، مرحله به مرحله رسم و آیین‌های جمع شدند که همگی زیبا هستند. همگی پس منظر اونها مضمون‌های فلسفی در نظر داشته، حکمت‌ها در نظر داشته میشن. فرض کنید یک همین تکانیدن خانه یا که پاکیزه گرداندن منزل، همه خودش معنی آن را دارد که انسان وقتی که یک روزگاری به سر میبرد باید اون روزگارش مطابق به صورت و سیرتش، مطابق به رسالتش باشد. آنچنان که اخلاقش پاک و منزه است، روزگارش، محیطش، منزلگاهش هم باید همون گونه پاکیزه باشد. در حقیقت سنت‌های نوروزی خیلی زیاد است. امروز مردم پیش از آنی که به پیشواز این جشن پیش از همه یعنی دلهای خود را پاک میکنند. با آنهایی که قهری هستند آشتی میکنند. یعنی خانه و در خود را پاک میسازند، تازه میکنند، چون که نوروز عید نفاست است، عید تازگی است. نوروز یگانه جشن است که دست مردم میگیرد از پس درهای بسته به دامن پرگل و به دامن زیبای طبیعت میبرد و که روشن و گرم از نورپاشی آفتاب و زیبا از هنرمندی باد و باران است. بعضی سرچشمه ها تا 7000 سال یعنی تاریخ دارد. یعنی حتی در زمان اوستا هم عید نوروز معلومات ها هستند. یعنی از اون دوره
و گمان میکنم که این عید امروز به یک شکل نو، به یک نمودی باز بهتر و خوبتر یعنی در کشور ما تجلیل میگردد و مردم به صبرانه این جشن رو انتظار میشوند. در اساس یک قطار مدرک‌های تاریخی این گونه اندیشه هم وجود دارد که جشن نوروز این انجام آفرینش و آغاز حیات انسانی می باشد. مثلا در آثارالباقی ابراهیم برینی می نویسد که شاه جمشید حکمت آفرینش را دریافت و او درک کرد که در ایام ماه اسفند آفرینش از جانب خداوند انجام یافته است و روز نخستین ماه فروردین یعنی روز یکم ماه فروردین را روز ابتدای زندگی انسانی خداوند دانسته است. همین حکمت را دریافت و اون روز را گرامی داشت و این عنعنه در مرحله های من بعد ادامه پیدا کرد و نسل و خلقایی که من بعد در اینجا حکومت داری کردن با این روز چون سنت جمشیدی احترام گذاشتند. حکمت آفرینش ابتدا میگیرد از نیاگان خیلی قدیمه ما که بعدتر در این آیین‌های بعدی وارد شد و از روی نشانداد ابراهیم برینی، عمر خیام و دیگر عالمان اصلی میانگی ما یعنی یکی از خاصیت‌های جشن نوروز این بوده است که جشن نوروز رو نیاگان ما ابتدا گذاشتن به خاطر آغاز زندگی انسانی و انجام آفرینش. با آمدن قوم و قبایل ترکتبار به سرزمین ما بعد عصر یعنی بعد برهم خوردن دولت سامانیان اگرچه که اونها از این آیین‌ها خیلی دور بودن آهسته آهسته اونها در دریای یا که در دنیای فرهنگ ما که غوطه‌ور شدن اگرچه که زمام دولتداری در دست اونها بود اما کاری مکتب، معارف، ایدئولوژی دولتداری به دست مردمان فارس تاجیک بود. یعنی زبان قانون، زبان علم، زبان حکمت همه زبان فارسی تاجیکی بود. به این خاطر سنت‌های آریایی هم در منبر بودند. حتی سلطان محمود غزنوی فرزند وی سلطان مسعود غزنوی که اینقدر تعصب داشتن اونا در اساس تاریخ مسعودی بیهقی معلوم میشد که اونا جشن صده و جشن مهرگان و جشن نوروز رو تجلیل میکردن، خرسندی میکردن. مردم آریایی نوروز را دوست می‌دارند زیرا آن برای هر نفر فردی آزادمنیش روزی نوی زندگی تازه است. از قدیم مردم آریایی تبار فارسی زبان بر آن معتقد بودند که نوروز را هر گونه‌ای که پیشوازگیری چون آغاز سال نو است سالت همان گونه به آخر می‌رسد. این بود که سعی می‌کردند تا نوروز را با فرح و شادمانی بگذرانند. هر خانواده در نوروز خوان نوروزی می‌گسترد که تا امروز این سنت پایبرجاست. مردم آریایی تبار عاشق نوروز تا به امروز هم از این خوان ایدانه خیلی خوب آگاه است که چی باید در این خوان گذاشت و چی را باید آماده کرد. و سنتی از آن خوبتر دیگری نوروز این بود که همه اهل خانواده سر خوان نوروزی جمع می آمدند که تا سال دیگر با هم سرجم و اتفاق و یک جایه باشند. مقام بین المللی گرفتن نوروز هنوز از همان زمان ظهورش معلوم بود، چون که در همان امپریاهای تاریخی، دولتداری های بزرگ تاریخی ما، چی در دوره مادها، چی در دوره هخامنشیان، چی در دوره ساسانیان، عموما در تابعیت همین دولتداری های بزرگ ما، همان دولت هایی که در زمان خودشان همچون دولت ظهور داشتند و همین امپریاهای ما یعنی دولتداری های بزرگ ما تابع بودند و نظر مثبت و نظر اساسی همان زمان از دولتداری های متمرکز ما برمی آمد. یعنی آنها هم همان جشن ملی که در دوره هخامنشیان، در دوره ساسانیان جشن می گرفتند رعایت می کردند و آن را جشن می گرفتند. جشنی بود که مردمان را به هم می آورد و از عقیده ها عقیده کامل می ساخت. یعنی نوروز نه تنها همچون جشن طبیعی و جشن
به وقوع آمده در نتیجه دیگرگون گشتن طبیعت، بلکه جشن عقیده ها و جشن غایه های انسانساز نیز هست. اگر به تاریخ و به مسیر پینموده نوروز خجسته نظر افکنیم و ببینیم که چگونه راه ها و چگونه جاده ها را طی نموده است، میبینیم که نوروز سال از سال، قرن از قرن و از دولتداری به دولتداری عوض شدن دین ها به دین های دیگر همیشه مکمل گشته است و همیشه همان جنبه های را به خود جلب نموده است که زندگی انسان ها را خوشتر یعنی رنگینتر می سازد. نوروز نوابسته از مسیری که طی نموده است، نوابسته از آنکه در جادهش یعنی در راه طی نمودهش تاریخات دیگرگونه گشتند و اجنبیان به منطقه نوروز هجوم‌های غارتگرانه نمودند، اما نوروز همه همین ها را پس سر نموده سربلندانه یعنی با هویت هم ملی که هنوز در ظهورش داشت، در آغازش داشت، با خود برگرفته همان رسم و آیین‌های ملی ما را ناوابسته از همان صدهایی که دیگرها میگذاشتند، اجنبیان میگذاشتند، به خود جلب نموده تا به امروز آمده رسید. ماهیت و فلسفه نوروز بسیار بزرگ است. دیگر محققان هم در این باره زیاد گفتن، خصوصا در کتابی پرزیدنت محترم ما زبان ملت هستی ملت در این باره بسیار گفته شده است. ماهیت نوروز رو بسیار خوب پیشنهاد کردند. جشنی است که پیش از همه از بوستان به دوران ما میرسد. تمام بایگری ثروتی که در معنویات ما بود، در مادیات ما بود، در تمام بزرگی که مثلا ثروتی که در شعور ملی ما بود، توسط نوروز تو به این زمان آمده رسیده است. این هم یک پدیده بسیار مهم است. نگاه کنید که مثلا نوروز مردم رو به همدیگر سرجم می‌دارد. همه در عرفه نوروز از گناه همدیگر میگذرند، مثلا گناه‌های همدیگر رو میبخشند، به عیادت همدیگر میروند، به عیادت بیماران میروند، به عیادت بزرگان میروند، از پدر و مادر خود مواظب خبر میگیرند. منطقه‌ای داریم که ما مثلا در اونجا نوروز 3-4 روز قبل از جشنگیری نوروز در اونجا یادی گذشته ها میکنن، مثلا خوراک می‌پزن برای آنها. همه این از انمی فلسفه بزرگی نوروز که مثلا گذشته ها رو هیچ وقت فراموش کردن در ممکن است. یکم دیگر به آینده نیکبین بودن در کار و در پهلوی همدیگر ایستاده زندگی کردن در کار. همین گونه یک فلسفه بزرگی نوروز تا به زمان ما آمده رسیده است. در شرایط دولتداری ملی در زمان صاحب استقلالی با تشبث یکی از ابرمردان ملت ما، پشتیبان اصلی فرهنگ آریایی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، نوروز ما از نو احیا شد. اولین سخنرانی راهبر دولت رو ما هیچگاه فراموش نمیکنم. سال 1993 بود. زمانی بود که در تاجیکستان جنگ شهروندی علنگه داشت. زمانی بود که ما از پس یک برده نان میرفتیم. زمانی بود که مرگ به دولتداری ملی ما تهدید داشت. اما راهبر دولت ما چون درک کردند که به فرهنگ ملی، به احیای فرهنگ ملی، رشد دولتداری ملی امکان ناپذیر است، در مسئله احیای دوباره نوروز سخن کردند سال 93. و همین بود که ببینید با تشبث ایشان مرحله به مرحله سال به سال نوروز و سنت‌های نوروز احیا شدند و بالاخره سال 2010 مقام بین‌المللی را گرفت. مقام بین‌المللی گرفتن نوروز این شهادتگری اون است که یعنی ما در زمان معاصر توانستیم که با واسطه نوروز بزرگترین و بهترین آیین‌های خودمان رو به جهانیان تبلیغ و تشویق نماییم و معرفی کنیم و بگوییم که نوروز ما 6000 ساله است و بدانید که این سرنوشت ماست، این شناسنامه ملت ماست و این همقدم ملت ماست. این چی معنی داره؟ یعنی ملت ما 6000 سال قبل مدنیت داشت و این ملت وجود داشت. و در شرایط امروزی که امروز ببینید بعضی دولت‌ها، بعضی قوه‌ها، بعضی دایره‌های علاهیده هستند که از تاریخی نبوده برای خودشون تاریخ می‌سازند و با واسطه فیلم‌هاشون تاریخ خودشون رو تبلیغ و تشویق میکنن. نوروز ما سندی ردناپذیری قوی تاریخی می باشد که اثبات میکند که این ملت 6000 سال پیش وجود داشت، فرهنگ داشت، دولت داشت و ببینید که خود کلمه نوروز افاده‌گری اون است که
این مال ماست و تاجیکستان واقعا وطن نوروز است. در درازای تاریخ اینقدر سنت‌هایی که ما وابسته به نوروز آفریدیم، همون خانه تکانی، چهارشنبه سوری، جفت براران، گلگردانی، هفت سین و هفت سین، سومنک، بخشش گناه ها، تازه و تمیز کردن خانه و در و آرامگاه ها و غیر و ها کذا، همه همین در خود حکمت های را دارا هستند که اصلشان این است: انسان دوستی، احترام گذاشتن به گذشته، امروز را ساختن، نگاه سبز داشتن به آینده، محبت ورزیدن به همدیگر، سازش کردن، به هم آمدن، وحدت را ترنم کردن، ارج گذاشتن به نعمت‌های طبیعت به مانند آب، آتش، زمین، باد، هوا، چهار عنصر مقدس. همه اینا در خود ترنم و تشویق و افاده میکرد. شما ببینید که امروز جامعه جهانی به مسئله برق یعنی آتش، به مسئله آبی آشامیدنی، به مسئله امنیتی آذوقه‌واری رو آورده است. امروز در جامعه جهان این مسئله های داغ هستند، مشکل هستند. اکنون امروز جامعه های آگاه سری حفظ این نعمت ها اندیشه میکنند. جای افتخار است و خیلی معجزه است که ما اینا 6000 سال پیش فکر میکردیم. اثباتش در همین آیین‌های نوروزی میباشد. رسم و آیین‌هایی که ما در سالهای استقلال از نو احیا کردیم، این نوروز که قبلا هم بود اما نه با این گونه همه با این گونه شکوش آمد. مثلا جشن صدا که قبل از نوروز تجلیل می شود، جشن میرگون، جشن تیرگون، همین 4 جشن اساسی که به فصلهای سال مطابقت میکند، به 4 فصل سال، همین چیزها، همین آیین‌های اساسی ترینی فرهنگ ملی ما هستند. چون که هر چیزی که هر رسم و آیین و هر عنصر فرهنگ ما که به طبیعت اگر علاقه و رابطه داشته باشد وی دیر میپوید، چون که در خصوصیت نمایشی دارد و مردم اون رو به واسطه احساس میکنند. از همین نقطه نظر نوروز خیلی جشنی، مثلا اگر تاریخ 6000 سال باشد، باز من باور دارم که اگر همین گونه ارج گذاری شود، همین گونه احترام گذاری شود، همین گونه قدردانی شود، همین گونه مثلا احتیاط کرده شود، حفظ کرده شود و با نسل‌های آینده به میراث گذاشته شود، من اطمینان کامل دارم که همین ملت با همین فرهنگ قدیمیش باز هزارها سال دیگر عمر خواهد دید. واقعا هم باعث افتخار ما تاجیک و تاجیکستانیان است که نیاگان ما سرچشمدار این جشن بزرگ بودند. جشن قدیمه نوروز ما نه تنها رسم و آیین‌های گذشتگانمان را تجسم می نماید، بلکه برای نگاه داشتن خاطره تاریخی و تحکیم هویت سازی نقش باسزا دارد. تمام آیین‌های نوروزی سرچشمه بزرگ اخلاقی و تربیوی اند و می توانند نسل‌ها را به پاکی ظاهر و باطن، صداقت و وفاداری، بنیادکاری و سازندگی و زیباپرستی هدایت نمایند. پس باز هم سخن از نوروز گفتن، تحقیق و احیا نمودن آیین و عنعنه‌های باستانی عید نوروز و بزرگداشت سطح بلند آن همچون ارزش بی‌بها برای میراثبران آینده ملت ما باید وظیفه مقدس باشد.